سلام عزیزای مکانیک گلم. امروز اومدیم یه ابزاری ساختیم. یه دونه پیچ شماره 10، 2 تا مهره شماره 10، بعد اندازه توی قطرشو میگم. بعد اومدیم یه دونه واشار پشت گیربکس پژو، بعد یه دونه واشار تخت کلوفت برداشتیم آوردیم. بعد بهتون یه چیزی یاد بدم. اینو رو هم سوار کردم. اینو ابزار رو میذاریم اینجا. تصمیم تایم کاورش رو باز کردیم. این دوتا دنده میسپاب در اومدن. بعد اول تایمشون رو میذاریم. درست از اینجا که تصمیم تایم رو حالا بر نداشتین، اینو میذارین، از پایین سفتش میکنین، میاد این دوتا دنده میسپاب رو قفل میکنه. از بالا با آچار 17 میبندین این دوتا رو بازم از بالا قفل میکنین. بعد تصمیم تایم رو در میارین، تصمیم تایم رو میندازین، سفکنش رو میندازین، هر کاری که دلتون میخواد میکنین. بعد این دوتا همیشه خودتونم میدونین تو موتورهای تیو 5 و این دو چیز موتور ملی و اینا، همیشه اینا موزلن. همیشه این یکی که تو موتور ملی ها موزله. آدم میبینی تصمیم تایم رو میخواد بندازه، این از جاش در میره. بعد اینو میندازیم قفلش میکنیم. بعد تصمیم تایممون رو میندازیم، نه این حرکت میکنه نه این حرکت میکنه، درست جاشون میفتن. بعد تصمیم تایم رو میندازین، تمام. قربون شما که هستید. مرسی، خداحافظ.